خداییش روانشناسی خیلی علم قشنگیه. وقتی که میبینی یک نفر پشت خطه میخواد خصوصی ترین مسائل زندگیش رو به تو بگه و تو بدون اینکه بدونی الان قرار در مورد چی حرف بزنن باید یه راهکار برای این موضوع بتراشی. یکی از پرونده هایی که من خیلی دوستش دارم و همیشه توی ذهنم میمونه این داستانیه که میخوام امروز براتون تعریف کنم. اینجا مدرسه روانشناسی ناده و خیلی خوش اومدید. بیاید بریم ببینیم امروز چه خبره. دوستان مجدد میگم به خاطر حفظ هویت افرادی که پیش ما پرونده دارن خودم این پرونده رو براتون بازخوانی میکنم، داستانش رو تعریف میکنم، هم براتون جذابه، همین که میگم بهش چه راهکاری دادم، چون مطمئنم مسئله این پرونده مسئله بسیاری از شما هم هست. هم داستان جذابه، هم راهکار جذابه، هم من دوستش دارم، هم ته ذهن شما برای همیشه باقی میمونه. بعضی وقتا یه جایی رفتید، یه تصویری رو دیدید، یه جوری ته ذهنتون رسوب کرده که دیگه پاک نمیشه. پرونده ای رو که میخوام براتون باز کنم داستانش دقیقاً همینه. یه روز نشسته بودم توی دفتر، یه پرونده ای رو برام آوردن. صدای یه آقایی بود که سنش از من بالاتر میزد. برام تعریف کرد این آقا که من مدیرعامل شرکتیم که خودم تأسیسش کردم. یه فرد خودساخته مولتی میلیاردر، به زعم خودش خوشتیپ و مردم دار. یه مشکلی داشت این آقا، میگفت که من خود ارضایی میکنم. یه مرد متأهلم، هم خود ارضایی میکنم. متأهلم اما خود ارضایی میکنم. و انقدر این داستان خود ارضایی رو مخش بود که دست کمک به سوی ما دراز کرده بود که یه کاری کنید من خود ارضایی نکنم. خود ارضایی کردن ریشه های خیلی مختلفی داره، دلایل خیلی مختلفی داره، تو سنین مختلف و تو شرایط مختلف هم معنی های مختلفی داره. اما این آقا داستانش خیلی متفاوت بود. این آقا میگه من زن بسیار زیبایی دارم، خوش‌اندام، خوشگل، خوش اخلاق، پایه است، با عشق ازدواج کردیم، بدنش همونیه که من میخوام، اخلاقای جنسیش، اخلاقای مالی و اجتماعیش همونیه که من میخوام. با توجه به این که همه جوره در اختیارمه، هر موقع رابطه جنسی بخوام نه نمیگه و همیشه کار منو راه میندازه، اما من باز هم خود ارضایی میکنم. این آقا میگه من به خاطر فرار از خود ارضایی صبح زود همسرم رو از خواب بیدار میکنم، بهش میگم با من رابطه جنسی داشته باش، فقط به خاطر اینکه ارضا بشم و سر کار خود ارضایی نکنم. داستان ارضای سر کار چیه؟ میگه من یه شرکت دارم و توی شرکتم و توی اتاقی که دفتر من هست حمام و دستشویی هم هست. میگه به بهانه اینکه عرق کردم و از راه رسیدم و دیشب نرسیدم دوش بگیرم و 1000 تا دروغ و دونگ میرم توی حمام، خود ارضایی میکنم و برمیگردم. جالب اینجاست، میگه که من 1 ساعت پیش 2 ساعت پیش زنم رو از خواب بیدار کردم، ارضا کردم که نخوام بیام توی شرکت ارضا کنم. دوباره یه نیروی دست منو میگیره میبره توی حمام، ارضا میکنم و برمیگردم. در واقع داشت به صورت غیر مستقیم به من میگفت من نیاز جنسی ندارم، یا این که مشکلی برای برطرف کردن نیاز جنسی ندارم، اما چی باعث میشه که من میرم خود ارضایی میکنم. ببینید این ظاهر داستانه، پوسته داستانه. یعنی وقتی داره تعریف میکنه یه چیزی از بالاترین لایه داستان تعریف میکنه و توقع داره که ما یه دستاوردی داشته باشیم، اما من چه کار باید بکنم؟ دستشو بگیرم ببرمش تو لایه های پایین تر. گفتم خب برام تعریف کن که خود ارضایی از کی بود؟ گفت از بچگی بود. با این که پسر خوشتیپی بودم، دوست دخترم داشتم، رابطه های متعدد جنسی رو هم تجربه کردم، اما باز هم خود ارضایی میکردم. گفتم بریم عقب‌تر. چی شد که خود ارضایی شروع شد؟ اینجا رو گوش بدید. این بنده خدا تعریف میکنه، میگه که من یه پدر و مادر توجیه شده داشتم.
پدرم همیشه ما رو نصیحت میکرد که حواستون باشه دختربازی نکنید، حواستون باشه تو مسیر خودتون برید، حواستون باشه شیطان به شما رخنه نکنه. و میگه انقدر این حرفا رو زده بود که من فکر میکردم اگر حرف بزنم با یه نامحرم ما دیگه محرم شدیم، فقط حرف بزنم. میگه این ساختار بچگی من بود. مادرم هم بسیار زن توجیه شده بود، بسیار زن سنگین و رنگینی، زنی که اصلا من فکر نمی کردم بتونم چیزی ازش ببینم یا نقطه ضعفی ببینم. خب پدر و مادرت که خوب بودن تا اینجا، چی شده؟ این آقا تعریف میکنه، میگه توی یکی از مسافرت هایی که براشون پیش اومده بود بابام یه دوربین هندیکم میاره، از این هندیکم های بزرگ قدیمی بود، تیپ میخورد نواره کوچیکی، میگه از اینا میاره. و بعد میگه که نمیذاش ما به این دوربینه نزدیک بشیم. بابایی که ظاهرا آدم سخاوتمندی بود، این دوربینه شده بود خط قرمزش. میگه هر چقدر که تلاش میکرد به این دوربین نزدیک نشید، من ولع بیشتری داشتم برای به دست آوردن این دوربینه. میگه اومدم و پلکیدم توی این دوربین، انقدر باهاش ور رفتم تا فهمیدم چجوری روشن میشه، چجوری عقب و جلو میشه، چجوری میتونم پلیش کنم و فیلمی که توش بود رو زدم رفت عقب، از ابتدا پلی کردم و نگاه کردم. صحنه‌ای که این بچه میبینه اینه. ببینید من فیلم پورن زیاد میبینم، اما این اولین فیلم پورنی بود که من تو این فیلم با همه فیلمایی که بعد از اون دیدم خیلی فرق داشت. من فیلم پورن پدر مادرم رو دیدم. این آقا میگه من یه کودک 10 ساله بودم، پر از سوال، پر از جستجو، پر از هیاهو، اما نصیحت‌های پدر و مادر ما رو ظاهراً عاقل بار آورده بود. میگه این نوار رو زدم اومد از اول و نگاه کردم. صحنه‌ای که توی این ویدیو بود، هر چیز دیگه‌ای بود من رو به هم نمیریخت. صحنه رابطه جنسی پدر و مادرم رو دیدم. بابام این دوربین رو روی سپای گوشه خونه قرار داده بود و با مادرم رابطه جنسی داشتن با هم و از رابطه جنسیشون فیلم گرفته بودن. تا اینجا دقت کنید، فیلم گرفتن و عکس گرفتن از رابطه جنسی یه فانتزیه که بعد از حضور و ظهور دوربین ها توی خونه ها پا گرفت و خیلی ها این علاقه نهفته رو داشتن اما نمیدونستن. وقتی دیدن میتونن تصویر برداری کنن و عکس بگیرن شروع کردن. این آقا میگه من این فیلم رو تا غروب چندین بار دیدم. میگه نصیحت‌های بابام که میگفت با هیچ کس حرف نزنید، توی کوچه نرید، به هیچ دختری نگاه نکنید، به دختراش میگفت به هیچ پسری نگاه نکنید، یه دفعه روی سرم آوار شد. میگه وقتی معصومیت مادرم رو یادم میومد، زنی که خیلی سنتی بود، خیلی قدیمی بود، خیلی خونگی بود و توی اون فیلم میدیدم که مثل مار دور پدرم میپیچه، رابطه دهانی تناسلی داشتن، پدرم بدنشو میخوره، اون بدن بابای ما رو میخوره و 2 آدمی که اسطوره من بودن و دارن این کار رو میکنن. این باعث میشد که من حسابی کم آوردم و دیگه به هیچ ایمان نداشتم. میگه چند روز حالم بد بود، کم کم با خودم کنار اومدم و اولین خودارضایی اونجا صورت گرفت. این آقا میگه با این که شیوه خودارضایی رو میدونستم، از دوستام شنیده بودم اما تا حالا خودارضایی نکرده بودم. میگه اولین بار خودارضایی رو تجربه کردم، پشت سر هم نبود این خودارضایی ها چون بدنم نیاز نداشت، ولی همیشه وقتی پدر و مادرم جلوم راه میرفتن به این فکر میکردم که چرا یه مادر معصوم باید این باشه و چرا یه پدر نصیحت کن خودش باید این باشه. دیگه یواش یواش رشد کردم، رابطه‌های مختلف جنسی رو با دخترها تجربه کردم، خودارضایی هم میکردم. این آقا میگه الان ازدواجی کردم که خودم دوست داشتم، عاشق شدم، همسرم همراه و همراز و همپای زندگی منه، اما چرا باید توان جنسی رو که حق همسرم هست رو بریزم به پای خودارضایی؟ این آقا توی 2 حالت از قالب خودش خارج میشه. یک، پدر نصیحت کنی که برخلاف نصیحت هایی که میکنه رابطه جنسی رو برقرار میکنه که این پسر دلش نمیخواست از پدرش ببینه، و مادری که خیلی مهربونه و
سنتیه و پاکه و همه جوره از دید این آقا اوکیه، باید توی حالت واله و شیدایی روبروی دوربین قرار بگیره و به قول این آقا میگه مثل مار دور بابام میپیچید و من نمیخواستم این صحنه رو ببینم. مامان من نماد معصومیت و نجابت و پاکی بود برام. آخه چطور ممکنه این قدم مادرم درست مثل یه فاحشه رفتار میکرد؟ اون زن مهربون و پوشیده و سر به زیر و نجیب، یا این زنی که دور پدرم داشت میچرخید و بدنشو کامل در اختیارش قرار میداد و وجب به وجب بدنشو داشت لیس میزد. من راهکاری که به این آقا دادم الان به شما میگم تا متوجه بشید که بین ما چه اتفاقی افتاد. بهش گفتم که آقا شما خود ارضایی تو بکن. گفت یعنی چی؟ گفتم همون شیوهی که خود ارضایی میکردی دوباره هم خود ارضایی کن، بدون این که بخوای خودتو سرزنش کنی یا من اون امانتی برای خودت درست کنی. تو خود ارضایی تو بکن، اما دلم میخواد وسط خود ارضایی کردنت به یه جمله همیشه فکر کنی. خود ارضایی تو بکن، اما این جمله رو هم حین خود ارضایی با خودت ببر. تو موقع خود ارضایی داری از مادرت انتقام میگیری، داری از اوریانی مادرت تو بغل بابات انتقام میگیری. دوستان ما یه سکوتی حین مشاوره داریم که بهش میگیم کمای مشاوره. یعنی وقتی که دستش رو مشاور میذاره رو نقطه درد مراجعه کننده، اون مراجعه کننده وقتی با واقعیت خودش روبرو میشه، واقعیتی که یا میدونسته و انکارش میکرده یا تا حالا اصلا سراغش نرفته، بهش فکر نکرده، یه سکوت مطلق بین مشاور و مراجعه کننده صورت میگیره. این اتفاق افتاد، همه جا ساکت شد. این آقا چند دقیقه تو کمای مشاوره بود، بعد با یه صدای دورگی گفت که خب چیکار کنم؟ بچه‌ها چه کار کنم؟ برای مردها یعنی یه بار دیگه تکرار کن و نمیدونم برای خانم‌ها یعنی یه بار دیگه تکرار کن. من یه بار دیگه این داستان رو براش گفتم، تو خود ارضایی تو بکن، اما این جمله رو هم موقع خود ارضایی با خودت توی حمام ببر. تو با خود ارضایی کردن داری از مادرت انتقام میگیری. یه گوشه کنار این مشاوره بهش یادآوری کردم که دختر بازی کردن هات هم به خاطر انتقام از نصیحت های پدرت بود. این آقا تلفن رو قطع کرد و چند وقتی ازش خبری نبود. چند وقت بعد دیدم یه پرونده‌ای رو آوردن گذاشتن جلوی من که با توجه به داستانش خب مسلماً اسمش رو فراموش نکرده بودم. آتش داشتم ببینم که نتیجه اون جلسه مشاوره چی شده. وقتی که گوشی وصل شد سلام علیک کردیم، این جمله رو به من گفت: آقای تهان، من 3 ماهه که دیگه خود ارضایی نکردم. خیلی از شما درگیر مسائلی از این دست هستید، مثل همین خود ارضایی، مثل دیدن فیلم پر، مثل اعتیاد، مثل هر رفتار زننده دیگه‌ای، مثل مادر گرسنگی. ببینید اگر خودتون رو به دست مشاور بسپارید، صادقانه حرفتون رو بزنید، حرفهایی رو که میشنوید بغل کنید برید و بهش عمل کنید، زندگی حتما لبخندش رو به شما نشون خواهد داد. تمام رفتارهایی که ما نشون میدیم یه جورایی ریشه در کودکی ما یا اتفاقاتی که اومده گریبان ما رو گرفته داره. اگر مسئله‌ای براتون پیش میاد، بخواید بشینید پیش خودتون بگید خب اگه به هیچکی نگم، هیچی نگم، در موردش حرف نزنم، بالاخره من عمر نوح که ندارم، یه جایی میمیرم و این داستان با من دفن میشه و نیازی نیست به کسی بگم. و به قول صادق هدایت، مثل خوره روح را در انزوا میخورد و میتراشد. خود ارضایی یکی از همین داستان هاست. چه اتفاقاتی میفته که ما درگیر خود ارضایی میشیم وقتی محیطش فراهمه برای ارضا شدن؟ چه اتفاقی میفته که ما حرفمون رو پیش هر کس و ناکسی میبریم وقتی آدمهایی هستن که صادقانه و عالمانه حاضرن حرف ما رو بشنون، برامونم پرونده درست نکنن، راهکار هم بهمون بدن؟ چه اتفاقی توی زندگیمون میفته که من شب تا صبح دستمو میذارم وسط پام و تا صبح
فکر منو میخوره و نمیتونم کاری بکنم. ما یه حریف نامرئی داریم به نام فکر. این فکر ما رو رها نمیکنه، دست از سر ما بر نمیداره. فکر نکنید اگر که بتونید اونو تو درون خودتون حبسش کنید از بینش بردید، اون تو داره کار خودشو میکنه. تفاوت ما با یه زندانی میدونید چیه؟ یه زندانی تکلیفش خیلی روشن‌تر از من و شماست. به خاطر اینکه یه زندانی پیش خودش میگه من 20 سال اینجا بمونم، 10 سال بمونم، 30 سال بمونم، بالاخره آزاد میشم میرم. یکی سند بذاره میانجیگری کنه، آزاد میشم میرم. اما من و شما تو کاسه کله خودمون محبوسیم و هیچ راه فراری هم نداریم. تا کجا؟ تا که باید ابتدا یاد بگیرید مسائلتون رو عنوان کنید، حرف بزنید. این پرونده ای رو که براتون گفتم اینه. این آقا رابطه جنسی پدر و مادرش رو دیده. اگر ما جلوشو نگرفته بودیم خیانت هم میکرد. همین زنی رو که میگفت عاشقشم، عاشقش بود، اما به خاطر انتقام از پدرش حتما خیانت هم میکرد. اما به خاطر انتقام از مادرش هر روز باید دست خودشو بگیره بره تو حمام خود ارضایی کنه. مشکلات ما مثل اثر انگشتامون، مثل رنگ چشامون، عین قیافه هامون کاملا با هم متفاوته. شاید بیسش یکی باشه اما هی شاخه و برگ پیدا میکنه. یادتون باشه اصل اول همه حل مسائل توی زندگیمون حرف زدنه. باید حرف بزنیم تا یک نفر شنونده باشه از لابلای حرفهای ما بفهمه چه راهکاری باید به ما بده. خودارضایی یه نوع شیوه مصرف مواد مخدره. فقط ماده مخدرش گاهی توجیه شده است. خودارضایی درمان داره. خودارضایی ریشه در اتفاقی، حادثه‌ای، چیزی داره که ما دست خودمون رو میگیریم و میریم خودارضایی میکنیم. خودارضایی حال ما رو همیشه بد نگه میداره. اگر تمام علما، تمام دانشمندان بیان بگن خودارضایی هیچ چیز بدی نیست، اما بعد از اینکه شخص خودارضایی میکنه یقه خودش رو میگیره و احساس بدی داره. هر چند که به اون احساس بد عادت کنه، چند لحظه باشه و درون خودش مخفیش کنه. به هر شیوهی که خودارضایی میکنید درمان داره. هر کجا و تو هر حالتی که خودارضایی میکنید درمان داره. از هر موقعی که شروع کردید درمان داره. اگر شما سکس پدر و مادرتون را دیدید، اگر کسی به شما تجاوز کرده، اگر به حساب مسکن تزریق کردن به خودتون این کار رو میکنید، تحت هر شرایطی که هست درمان داره. اصلا جلسه‌ای خواهیم داشت به نام خودارضایی، 0 تا 100 خودارضایی. با ما باشید، بهتون قول میدم هر جلسه از جلسه قبل و بعدش حتما جذاب‌تر باشه. از این جلسه به بعد هم پرونده های آموزنده رو براتون عنوان میکنم و هم از من جلسات طولانی راهکار رو خواهید شنید. مدرسه روانشناسی پر از محتواست. باشید تا کنار همدیگه یک این مسیر رو قدم بزنیم و یادتون باشه که ارادتمند شما